سلام، آزاده مبشر هستم و این اولین ویدیو از سری ویدیوهای آموزش رایتینگ آیلتسه. توی این ویدیو میخوام در مورد نحوه برگزاری بخش رایتینگ آزمون آیلتس و قسمت‌های مختلفش توضیح بدم. توی ویدیوهای بعدی با جزئیات کامل هر بخش رو شرح و آموزش میدم و بهتون یاد میدم که چطور خودتون رو برای رایتینگ آیلتس آماده کنید. بخش رایتینگ آزمون آیلتس آخرین بخش این آزمونه و مدت زمان برگزاریش 1 ساعته. رایتینگ آیلتس برای هر دو آزمون جنرال و آکادمیک 2 قسمت داره. به هر کدوم از این بخش ها یه تسک گفته میشه. بخش اول تسک 1 و بخش دوم تسک 2 هست. معمولا اینطور توصیه میشه که برای نوشتن تسک 1 یا تسک 1 20 دقیقه از 1 ساعتتون رو اختصاص بدید و برای نوشتن تسک 2 یا تسک 2 40 دقیقه از وقتتون رو. بالای برگه رایتینگتون هم چنین توصیه‌ای نوشته میشه. توی آزمون آیلتس جنرال موضوع تسک 1 نوشتن نامه است. حالا نامه یا رسمیه یا دوستانه که هر کدوم قالب خاص خودشون رو دارن. برای آزمون آکادمیک تسک 1 گزارش نویسی بر اساس یک دیاگرام، یه بار چارت، یه لاین گراف، پای چارت یا تیبل هست. برای تسک 1 شما باید حداقل 150 لغت بنویسید و برای تسک 2 حداقل 250 لغت. در صورتی که تعداد کلمات کمتر از این حد باشه ازتون نمره کسر میشه. هر لغتی که می نویسید چه حرف اضافه باشه مثل at, in, on و چه حرف تعریف مثل a, am و هر کدوم به عنوان یک کلمه شمارش میشن. به طور متوسط با یه دستخط عادی توی هر خط حدوداً 10 کلمه می نویسید. یعنی اگه برای تسک 1 15 خط و برای تسک 2 25 خط نوشته باشید تعداد کلماتتون حدوداً باید درست باشه. حالا برای اطمینان میتونید وقتی دارید برای رایتینگ تمرین میکنید بشمارید که توی هر خط معمولاً چند کلمه مینویسید و سر جلسه هم میتونید برای اطمینان 1-2 خط اضافه تر بنویسید. هیچ محدودیتی برای حداکثر کلماتی که میتونید بنویسید وجود نداره. در صورتی که برگتون کاملا پر شد میتونید تقاضا کنید تا برگه جدیدی براتون بیارن. اما بهتره سعی کنید تعداد لغات رو در همین حد 150 لغت برای تسک 1 و 250 لغت برای تسک 2 نگه دارید. چون اگه هم رایتینگتون زیادی طولانی بشه وقت برای مرور کردن و رفع اشکالات احتمالی کم میارید. و این شما رو دچار استرس میکنه و مطمئنا در نتیجه امتحانتون تاثیر منفی میذاره. این کاریه که باید قبل از امتحان تمرین کنید تا روش تسلط پیدا کنید. توی نوشتن رایتینگ آیلتس آکادمیک در بخش تسک 1 خیلی مهمه که صرفاً چیزی رو که مشاهده میکنید گزارش نویسی کنید و نظر و عقیده شخصی خودتون رو به هیچ وجه وارد گزارش نویسی نکنید. یعنی باید ابجکتیو باشید. بعضی از افرادی که توی آزمون آیلتس شرکت میکنن سوالشون این هست که اصلا چرا باید رایتینگ تسک 1 به این صورت باشه؟ دلیلش این هست که افراد متقاضی آیلتس آکادمیک برای ادامه تحصیل توی دانشگاهی انگلیسی زبانی که امتحان آیلتس میدن و در زمان ارائه تکالیف درسی دانشگاهیشون یا نوشتن پایان نامه ها خیلی مهمه که بتونن به صورت علمی به قضایا نگاه کنن و دید ابجکتیو داشته باشن. در صورتی که شما نظر و عقاید شخصی خودتون رو توی گزارش نویسی تسک 1 آیلتس آکادمیک بیارید نشون میدید که درک درستی از دید علمی ندارید و این باعث میشه نمره از دست بدید. دیکته کلمات بسیار مهمه و در صورت داشتن غلط دیکته از شما نمره کسر میشه. توی بخش رایتینگ هم نشون دادن تسلط زبانیتون مهمه و برای این کار باید سعی کنید توی نوشتارتون تنوع گرامری داشته باشید و لغات متنوعی رو به کار ببرید. سعی کنید دستخطتون خانه باشه. در صورتی که اگزامینرها در خوندن دستخطتون مشکل داشته باشن نمره از دست میدید. در صورتی که نوشته‌هاتون رو از قبل حفظ کرده باشید و از حفظ نوشته باشید نمره از شما کسر میشه. خیلی تصور میکنن با حفظ کردن چند تا جمله و کلمه میتونن تسک 1 کاملی رو ارائه کنن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. اگه جملات و کلمات رایج در تسک 1 رو به خوبی یاد نگرفته باشید و صرفاً حفظ کرده باشید نمیتونید اونها رو درست به کار ببرید و این مسئله به راحتی توی رایتینگتون قابل تشخیصه و نه فقط امتیازی براتون نداره بلکه ازتون نمره هم کسر میشه.
در انتهای این ویدیو بخش نمره دهی به رایتینگ توی برگه رایتینگ آیلتس رو بهتون نشون میدم که بخشی از اون مربوط به همین رایتینگ های حفظی میشه. رایتینگ تسکه 1/3 نمره رایتینگتون رو به خودش اختصاص میده. اگه تسکه 1 رو کامل و بی‌نقص بنویسید 3 از 3 میگیرید و 2/3 دیگه نمره رو باید از تسکه 2 کسب کنید. تسکه 2 شما هم اگه کامل و بی‌نقص باشه نمرتون از تسکه 2 میشه 6 از 6 و مجموع نمره تسکه 1 و 2 نمره رایتینگ شما رو تشکیل میده. یعنی اگه رایتینگتون کامل باشه مجموع 3 نمره تسکه 1 و 6 نمره تسکه 2 تون با هم میشه 9. به همین دلیله که 1/3 وقتتون رو باید حد اکثر برای تسکه 1 اختصاص بدید و 2/3 رو به تسکه 2. در تسکه 1 نباید نتیجه گیری بنویسید. توی تسکه 1 اوورویو داریم که توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم، اما نتیجه گیری مثل انشا نباید باشه. و اما تسکه 2 یه جور انشا نویسیه و برخلاف تسکه 1 آکادمیک که باید ابجکتیو باشه، اینجا شما میتونید نظر و عقیده شخصیتون رو بیارید و به اصطلاح سابجکتیو باشید. موضوعات رایتینگ تسکه 2 در آیلتس آکادمیک و جنرال یکسان هستن و معمولا موضوعات یه معضل اجتماعی هستن که باید درباره‌شون چیزی بنویسید. برای تسکه 2 همونطور که گفتم بهتره که 2/3 از وقت رایتینگتون یعنی 40 دقیقه وقت رو اختصاص بدید و باید حداقل 250 لغت بنویسید. توی ویدیوهای بعدی روی انواع موضوعات تسکه 2 و 1 به صورت جداگانه و با شرح جزئیات کار میکنم و بهتون آموزش میدم که برای هر موضوع چطور رایتینگتون رو آماده کنید. همیشه سعی کنید رایتینگتون چه تسکه 1 و چه تسکه 2 رو کمی زودتر از محدودیت زمانی تعیین شده به پایان برسونید تا وقت برای مرور کردن نوشته هاتون داشته باشید. خیلی وقتها موقع مرور نوشته هاتون متوجه میشید که غلط‌های املایی یا گرامری دارید که باید تصحیح بشن و این مرور کردن فرصت خوبی برای تصحیح اینجور ایراد هاست. حالا یه نگاهی به یک برگه رایتینگ آیلتس بندازید. عنوانی که بالا میبینید International English Language Testing System یعنی سیستم بین‌المللی آزمون زبان انگلیسی. کلمه آیلتس مخفف این کلماته. زیر این عنوان یه جدول میبینید که اسم 3 سازمان صاحب و برگزار کننده آزمون آیلتس اومده. British Council, IDP, University of Cambridge. و پایینش نوشته Writing Answer Booklet یعنی برگه پاسخگویی رایتینگ. زیر این قسمت سمت چپ Candidate Name اسم داوطلب و جلوش Candidate Number شماره داوطلبیتون رو می نویسید و در پایین این بخش Center Number شماره مرکزی که آزمون آیلتس رو داره برگزار میکنه و Date تاریخ برگزاری. زیر اینها قبل از شروع پاراگراف نویسی Module Academic General Training Take as Appropriate رو می بینیم که باید مشخص کنید دارید کدوم امتحان رو میدید، آکادمیک هست یا جنرال. خب این اولین برگه تسکه 1 که از اینجا شروع میکنید به نوشتن و پشت این صفحه هم برگه تسکه 1 هست. یعنی جمعاً یک صفحه آچار کامل و یه نصف صفحه جا دارید برای نوشتن تسکه 1 که خب ما کلاً 15-16 خط لازم داریم که این بیشتر از حد نیاز ماست. حالا به پایین این برگه نگاه کنید. نوشته Examiners Only یعنی این بخش مربوط به اگزامینر میشه. شما نباید چیزی توش بنویسید. شماره 2 تا اگزامینر ها و شماره داوطلبی شما اینجا نوشته میشه. حالا به پشت این برگه نگاه کنید. پشت این برگه هم که شماره 2 هست باز مربوط به تسکه 1. زیر این برگه باز هم مربوط به اگزامینر میشه. توی جدول باریک سمت چپ 4 دسته حروف مخفف میبینید. اولی از سمت چپ مخفف Task Achievement TA یعنی اینکه آیا داوطلب تونسته به سوالی که موضوع رایتینگ بوده درست و کامل پاسخ بده یا نه. گاهی موضوع 2 یا 3 بخش داره و شما بی‌دقتی میکنید و فقط یه بخش رو جواب میدید. این یعنی نمره TA رو کسب نمیکنید. بعدی CC مخفف Cohesion and Coherence یعنی هم باید نوشته هاتون قابل فهم و روون باشن و هم پاراگراف ها و خطوط به هم مربوط باشن. توی ویدیوهای بعدی این مسئله رو براتون بیشتر توضیح میدم.
بعدی LR مخفف lexical resource هست، یعنی دامنه لغات. یعنی آیا تنوع واژگان به کار بردید یا فقط از کلمات ساده و تکراری استفاده کردید. و در آخر GRA مخفف Grammatical Range and Accuracy، یعنی گستره و صحت گرامر. نمره‌ای که اینجا به شما داده میشه بر این اساسه که آیا از تنوع گرامری استفاده کردید یا فقط چند گرامر ساده به کار بردید و بعد اینکه آیا گرامرهایی که به کار بردید درست یعنی accurate هستن یا نه. هر کدوم از این 4 تا 1/4 یا 25% نمرتون رو به خودشون اختصاص میدن. توی جدول سمت راست از سمت چپ ببینید بالا اولین گزینه underlength، یعنی کمتر از لغات مورد نیاز نوشته، نمره کسر میشه. بعدش number of words، تعداد کلماتتون رو اینجا می نویسن. و در نهایت penalty، جریمه شماست به خاطر کمتر از حد لازم نوشتن لغات. ردیف پایین این جدول off topic، یعنی وقتی که بی ربط می نویسید. مثلا موضوع رایتینگ تسک 2 علت اعتیاد جوان هاست، ولی شما چیزی که می نویسید در مورد جرائم جوان هاست و هیچ اشاره‌ای به مواد مخدر و اعتیادش نمی کنید. این هم باعث میشه که نمره از دست بدید. بخش بعدی memorized، گفته بودم اگه حفظی باشه نوشتهاتون نمره از دست میدید. و در آخر illegible، ناخوانا بودن، از دست دادن نمره به دلیل ناخوانا بودن نوشتهاتون. پس روی دستخطتون هم حتما کار کنید. این برگه هم برای تسک 2 هست و پشت این صفحه هم میشه ادامه تسک 2. پایین این برگه هم همون جدول بندی نمراتی که برای تسک 1 بود رو داریم. متشکرم.